اکثریت مردمی که میبینن بیماری مبتلا سحر و جادو را و میگویند که ما چگونه از همین گونه بیماری نجات بیابیم. طبق سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هر کسی که این دعا را سحر بیگاه اگر که بخونه، نه جن و نه شیاطین او را ضرر رسانده نمیتونه. سحر 3 مرتبه و بیگاه 3 مرتبه. دعا چنین است: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اگر این دعا برای شما یعنی سختی و زمینی متوقع کرد، پس میتونید که دعای دیگر بعد هر یک نماز بخونین و نه جن و نه شیاطین شما را ضرر رسانده نمیتونه. دعا کوتاه: سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. الله نیابانتون باشه. برای یار رفیقا و با دوستا روان بکنین تو اینکه اذیت بکنن و میخواین بفهمین در کارخونه ما چی بخواره، پس بیاین همه چی تقریبا عکس رفته است. 2 دانه دوخی میخری، 1 دوخی پدرکه. السلام علیکم و رحمت الله. به خاطر ماه شریف رمضان در کارخانه ما در بسیاری نمود دوخی ها 50% تخفیف رفته شده است. برای زکس کردن رقم هایی که در بالای اکران هستند در واتساپ میتونین که مراجعت کنین یا اینکه با کارخانه ما را بیاین. آدرس میکرورایون پروی مایا دوم 29 مترو شالکوفسکایا. رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح